کوپرو که در دهه وارجاندو بین دهه ترکباغ و وارجاندو ساخته شده. می‌بینید وقتی که حالا آب می‌آید سالان در این وقت من بدون ماشین داشته نمی‌توانم. برای همین راه بالایی داره کردگی در یک حالت ناگوار قرار دارد. من حالی خود در حالت ناتیار شده است. این راه‌ها نهایت تماس حالتی شده. من اگر کوپرو وقتی که تیار شد ببینید که راه چقدر همواری شروع می شود. دریا در اینجا در خط میماند و خیلی راه هموار می شود. باقی مونده این راه که مردمان این راه را با دست خود هم با طریق ترکاندن به انجام رسانیدن. این چنین ده ها جای حالا هست که راه در حالت صدمه قرار دارد. این جای درهایی که آبگذر است و این چنین یک بلندیه که گردشه که بسیار ما را به تنگ آورده است. اینه که کوه است، خیلی مبلغ زیاد می‌طلبد و اگر ما همین گردش را کمک زده هموار کنیم خیلی خلق راهروی اومد رفت آمد خلق خیلی خوب می شود. من این گفتم جای دشواری که باید طریق ترکاندن ساز کنیم که پدیوم اندکه کوتاه وزن‌تر است از پیش کوه که است. بنابر این فقط با طریق ترکاندن و نظریف دادن ما میتوانیم که اینجا رو این راه را کشاییم. همین نمود راه 6 کیلومتر راه رو همین خلق با طریق ترکاندن قسمی زیادی این راه رو مناطق کوه ببینید راه کشاده کردن. بیشتر این راه با طریق من ببینید از شهر ایسار تا مرکزی دهه ما قریب 50 کیلومتر راه بود. حالا باشد این راه خیلی نزدیک شد. همگی 32 کیلومتر در این مدت قریب 20-25 کیلومتر راه